نمیدونم این کار درستی که دارم میکنم یا نه. ساعت 4 صبح بیخوابی به سرم زده، گفتم بیام یه سریال معرفی کنم، اسم The Bear، خرس. کاری به داستانش ندارم، فعلا برید نگاه کنید، بعداً یه ریویو مفصلی در موردش میدم. دو تا دلیل دارم برای اینکه نگاهش کنید. یکی اینی که در مورد آشپزیه، یعنی تماشا کردنش هم آدمو به آشپزی علاقه‌مند میکنه هم به خوردن. حتما موقع تماشاش خوراکی موراکی دم دستتون باشه، دوره همی که خیلی میچسبه. آشپزی آدم خوب میکنه، یعنی من خودم هر غذایی درست کردم، حتی پوره سیب زمینی خوشمزه در اومد. واقعا جادوی این سریال بود. دومین دلیلی که من از تماشاش لذت بردم استایل فیلمسازیش بود. میدونی من سریال خیلی زیاد نگاه میکنم، ولی فکر نمیکردم به زودی توی این ویودی ها همچین سریالی ببینم. استایل فیلمسازیش یه جوری بود که انگار از توی موج نو سینمای دهه 60 و 70 فرانسه در اومده بود و از این بابت خیلی بهم چسبید. سومین دلیلم اینه که در مورد کار کردن و چرایی کار کردن این قسمتاش خب خیلی جذاب بود برام، و اینی که انگیزه روانی و درونی آدمو برای کار کردن چیه، این همه زحمت کشیدن، این همه جنگیدن که حالا خیلی از ما الان درگیرشیم. تو سناریو سریال و شخصیت پردازیش و صحنه پردازیش خیلی خوب در اومده بود. 2 فصلش اومده، ببینید. سر شب هم یه قرص ملاتونین بندازید بالا که هورمون خوابتون قشنگ تنظیم بشه. خواب خیلی مهمه، وگرنه اینجوری برمیگردی نگاه میکنید صبح شده. شما دارین سریال معرفی میکنید. خرس.